و یک شعر نویسم درباره تو. با پیرهنی آسمانی چادر ماشی. شما چگونه قدرتی بزرگ داشتن میخواهید؟ من میخوام که هنرمندی بالیوود شوم. در خود اینستاگرام هندوستان در همون ترند ترانه تو جای یکم رو گرفت. همه هندوستان دیوانه کرد. نام مهرنگار وقتی در هندوستان از مشهور شده است. بسیار نفران وقتی فردانش تولد میشد مهرنگار مانده ایستادن. گپش نیست. اگر موسیقی نباشد پس چی؟ مبلغ از هوا باری. در بین دختران زیادتر از یا در بین پسران؟ بچهای دخترها را میگذرونن دخترهای بچه‌ها را. و یک نفر دختری تاجیک سنت تاجیک رو با جوانیان معرفی نمودن چگونه است؟ هر دستاوردی که میگیرم من از خودم میندار نیستم. من از تاجیکستانم میندارم، از خلق عزیزم میندارم. گیتار سیمکنده مهرنگار رستم در برنامه این شب. مهرنگارم مهرنگار آوازی من صوتی هزار، با هم بیا خانم زینب رقصید آهنگی انار. بهترین